به نام خدا. امروز میخوام در مورد شیمی دارویی به اختصار صحبت کنم. Medicinal Chemistry or Pharmaceutical Chemistry به انگلیسی. شاخه‌ای از علم شیمی که به بررسی و استفاده از ترکیبات شیمیایی با هدف درمان بیماری‌ها در سیستم‌های زیستی میپردازه. در واقع شیمی دارویی درباره کشف، سنتز و شناسایی و تفسیر روش اثر ترکیبات فعال زیستی در سطح مولکولی بحث میکنه و تاکیدش عمدتاً بر داروهای بالقوه و بعداً داروهایی که در عمل میتونن استفاده بشن. در واقع این دانش از دانش‌های پایه داروسازی نیز هست و بخش گسترده‌ای از داروها هم از مطالعه تو همین زمینه به وجود میاد و در واقع تاریخچه معرفی شیمی دارویی هم به قرن 16 برمیگرده. خیلی حالا ریز نمیشم توی تاریخچه، اما فقط بگم که از داروهایی با منشأ گیاهی و معدنی استارت خورد و یک دانشمندی بود که به نام آقای پل ارلیش که پدر شیمی درمانی جدید هستش و از او به این در واقع نام یاد میشه. در ارتباط با اینکه ترکیبات شیمیایی در برابر عوامل عفونی از خودشون یه سهمیت انتخابی نشون میدادن، از اونجا علم شیمی دارویی دچار یک تحول شگرف شد و یک جورایی شکل گرفت و کم کم دانشمندان دیگه مثل آقای فیشر اومدن نظریه‌های مختلفی رو در ارائه دادن برای مکانیزم عمل داروها، مثل نظریه قفل و کلید و تحقیقاتشون دانشمندان در اون زمان باعث شد که عوامل شیمی درمانی جدیدی کشف بشه و همچنین آنتی بیوتیک ها، سولفامید ها و غیره تو اون زمان خیلی برجسته بودن که کشف شدن. زیر شاخه های شیمی دارویی وقتی بهتون میگم که خب شیمی چقدر گسترده است، ببینید خودش باز زیر شاخه داره، مثل شیمی دارویی، مثل شیمی آلی دارویی، شیمی معدنی دارویی، زیست شیمی دارویی، شیمی فیزیک دارویی و شیمی سرطان و خیلی از رشته های بین رشته‌ای که میشه از ترکیب رشته شیمی دارویی و بقیه رشته ها بهش رسید و به عنوان یک علم نامگذاریشون کرد. در واقع خیلی از کاربردهای شیمی تو شاخه پزشکی هست. در واقع ما در بدنمون تعداد زیادی از مولکول‌ها و ساختارهای شیمیایی داریم که بهشون میگیم ساختار شیمیایی زیستی، چون در بدن موجودات زنده وجود دارند. و همونطور که میدونیم خیلی از اتصالات توی بدن از نوع پیوندهای شیمیایی هست. پیوندهای شیمیایی مثل پیوندهای هیدروژنی، واندروارس، پیوندهای هیدروفوبیک و هیدروفیلیک متفاوت، پیوندهای الکتروستاتیک که بعداً توی همین چنل باهاشون آشنا خواهیم شد. بدن ما هم شیمی خودشو داره، داروها شیمی خودشونو دارن و خیلی از لوازم بهداشتی، آرایشی امروزه شیمی خودشون رو دارن و با بررسی علم شیمی و مطالعه این علم افراد میتونن توی این زمینه ها اکسپرت بشن. علم شیمی دارویی میاد با استفاده از اون در واقع علم شیمی که در پایه وجود داره طراحی میکنه یه سری مولکول ها و ساختارها و اسم مولکول ها رو برای در واقع اهداف مختلفه، چه دارویی، چه غذایی و حالا افزودنی ها، اسانس ها، سم ها و غیره. اون هم بسیار گسترده است. پس علم شیمی دارویی علمی هست که امروزه در دنیای کنونی با توجه به افزایش خیلی از بیماری ها و ماشینی شدن زندگی انسان ها و وجود صنایع متفاوت بسیار کاربردی هست و فردی که تو این زمینه اکسپرت باشه، متخصص باشه، میتونه نتایج خیلی خوبی رو برای خودش و جامعه خلق کنه.